مندوی کابل؟ حالا کار نیست. نیست؟ حالا رال خوب است، خلوت شده دیگه شده کار نیست. ما از این موضوع بسیار خصوصا به خاطر که یک بیچاره مسکین از راه تر میشه، یا کراچی یا موتر یا انسانات از این پیش نمی هرچی بیربار باشد دوزی و حساب چور و چپاول زیاده. یعنی چی که بچه‌ها را از جمع کردن برای از کار مساعد بسازن. دیگه یکی مشکلات اقتصادی در وطن بسیار زیاد است. ما را اجازه نمیده، ما هم زید روزه فتر اجازه نمیده به کار کراشیوانی. نام امی اوزه که نمیمانه شروع نمیمانه خونا میخواین که ساحه باز باشه و طبق یک اصول همه کس باید کار کنه و راه آزاد شد. یک اقدام نیک است که پیش روی دکان شما هم آزاد شد. کمیا مسکین و کل غریب و بیچاره است که هر کدام یا فامیل داره. هموطنان عزیز سلام، وقتتان بخیر باشه. امیدوار هستم در هر جایی که هستین بیننده برنامه ما هستین صحت و سلامت باشین. هموطنان نازنین، قسمی که شما میبینین امروز ما در مندوی شهر کابل هستیم. در این اواخر مندوی شهر کابل بسیار تغییرات در اینجا به وجود آمده. از قبل از اینکه تمام دستفروش هایی که در این ساحه بودن و در داخل سرک دستفروشی میکردن تمام اینا جمع شده و دیگه اینا حق از را ندارن که اینجا دستفروشی کنن و این که این ساحه یکی از مناطق بسیار پر ازدحام شهر کابل بوده. ما هم صحبت های می داشته باشیم با بعضی از هموطنان عزیز ما در مورد از این که چقدر این ساحه در سابق پر ازدحام بوده و کسایی که در روی سرک اینها کار میکردن حالا در چه وضعیتی به سر میبرن. شما بیننده برنامه باشین و برنامه ما را تعقیب کنین. در کنار ما یکی از برادرایی که اینجا کار میکنه بیشتر با اینا صحبت می داشته باشیم. سلام بیادر، خوب هستی؟ جور بخیر، خوب هستی؟ بخیر. سلامت باشی. اسمتون؟ اسمم توریالای. خب خودت چی کار میکنی بیادرم اینجا؟ اینم بارباری. چی میکنی؟ کراچیوانی. خب خودت قبلا چی کار میکردی؟ اینم از وقتی اینم کراچیوانی. خب چطور از باز کار بارتان میشه در مندوی کابل؟ حالا کار نیست. نیست؟ در این سابق که ما میدیدیم یک 2 هفته قبل بسیار بیروبار بود و میوه خشک و میوه تازه و تمام چیزات همینجا با فروش میرسید در بین سرک. خودت چقدر از این موضوع خرسند هستی که اینجا ساحهش باز شده و بعضی از هموطنان ما بیکار شدین؟ نظرت در این مورد چیست؟ حالا رال خوب است، خلوت شده دیگه شده کار نیست. که خلوت شده بر ما فایده نداره. خب کسایی که اینجا کار میکردن و حالا برای از اونا کدام جای مشخص مد نظر گرفته شده اطلاع داری یا خیر؟ نه از این خبر. خب خودت باز روزانه اینجا از ساعت چند تا چند کار میکنی؟ از 7 صبح که ما میبریم تا 5 دیگر 6 دیگر. خب باز کار بارت میشه نمیشه؟ حالا دیگه زحمت میکشیم تو کار ما نمیشه. خب زنده و سلامت باشی با امید از که کار بارتان ان شاء الله بخیر رونق. زنده باشی. اگر کدام پیامی داشته باشی کمری ما خدمت کنیم. نه چی پیام داریم؟ این پیام ماست برای ما کار باشه دیگه باشه کدام دیگه. خداوند مهربان است. زنده باشی. همین که صحت و سلامت هستیم همین یکی از نعمت‌های پروردگار. زنده باشی. خیر. تشکر. خیر. سلام علیکم، خوب هستی حاجی صاحب؟ سعادت من خیریتی؟ اسمتان؟ محمد سخی، حاجی محمد سخی. خب خودتان چند سال میشه که در میساهای مندوی کار میکنین؟ ما در حدود اینجا که کار میکنیم یگان 40 سال 45 سال هستم اینجا. خب قبلا می ساحه مندوی یکی از ساحات بسیار پر ازدحام شهر کابل بود و ما میبینیم که همی کسایی که در سر سرک کار میکردن فعلا نیستن و اینجا ساحه بسیار آزاد شده. خودت از این موضوع چقدر خرسند هستی؟ ما از این موضوع بسیار خصوصا به خاطر که یک بیچاره مسکین از راه تر میشه، یا کراچی یا موتر یا انسانات از این پیش نمی هرچی بیربار باشد دوزی و حساب چور و چپاول زیاده. یعنی چی که صافتر خوبتر باشه مردم امنیت تر میشه. خب شما به یک موضوع بسیار خوب اشاره کردین و سابق کسایی که از این مندوی عبور میکردن برشان گفته میشد که دسکاولتانه و جیبتانه یعنی بسیار متوجه باشین. مشکل بوده نمی به حساب جیب مردم حتی دم بیربارک دیگه هر کار میکنن دیگه در حساب زیاد میشه. که حال خوب از ازدحام نیست خوبه. خب این که خوب از ساحه باز شده و باید همه مطابق اصول باشه. بله باید اینطور است که شما اصلا در
کشور اسلامی است باید کلا رعایت کنه. هم یک قدم از حق خود عدول کنه. اصلا این حرام است کسی که دست کار میکنه. باید متوجه باشه کار خود کار کنه که هم خدا راضی بشه هم خلق خدا. این تو نباشه که تنها ما خدا فکر کنیم که مردم بلان تپس کلی دیگه شو. ما باید فکر کنیم هر انسان اینجا حق داره دمی سرک دمی جاده دمی کشور، ولی از حق خود استفاده کنه نه از حق خود بالاتر. خب شما اینجا 45 سال میشه که کار میکنین و اطلاعات دقیق هم دارین. این کسایی که دمی سرک بودن اینا سر به خود بودن؟ بله هر کس بسا می آمد اینجا مثل میشید باز اگر اوضاع یا نایا می آمد اگر بازار بازشان بازار می آمد بازشان دست ترس میگرفتن میرفتن دیگه بود کدام چیزی نداشتم خودشان می آمد. میگه که این سرک دوباره ساخته میشه یا شما اطلاعات دقیق دارین ندارین؟ نه از سرک اطلاعات ندارم. چطور از بازار کار بارتان بازار کار خود ضعیفه دیگه چون بازار حال کل افغانستان در شهر بازار شده چی شده او بازار سابق نیست دیگه. از نگاه کارم ضعیف است نسبت. با امید از اینکه بازارام ان شاء الله به خیر و رونق بگیره زنده باشید. تشکر از شما خیر ببینید که از اول مردم میگن تشکر. سلامت باشید. سلام بیادر خوب هستی جان جور است؟ همشهر جان جور هستیم بخیر هستید. سلامت باشی. اسمتان؟ عبدالستار از اسم خب چند سال میشه که شما در این مندوی کابل کار میکنین و وظیفه مشخص تان اینجا چیست؟ ما خب همشهر 5-6 سال میشه در کراچوانی هستم. کراچوان هستم در مندوی کار. خب بسیار خوب. باز چطور از کاروبارتان میشه در اواخر نمیشه؟ خدا را شکرگزار هستیم همشهر شکر میکنیم به هر حالش کاروبار خدا است کم شده کاروبار دشار نیست خب بازم نمیپردیم و میشه شکر میکنیم میاد شما. سابقا این مندوی کابل بسیار بیروبار داشت در وسط سرک بعضی از هموطنان ما دست فروشی میکردن و حالا میبینیم که ساحش بسیار آزاد شده و هموطنان ما میتونن به گونه آزاد گشت گذار کنن. خودت در این مورد چی نظر داری؟ اقدام نیک است یا که بعضی از هموطنان ما بیکار شدن؟ اینطور کار است همچنین که این اقدام نیک است. فرصت شده یک نفری که میاد خرید میکنه با طور آزادانه و بسیار راحت سودای خود میخره میره و یک تعداد از هموطنان ما که از کاروبار مانده که روزی رسان خداوند است روزی اونا رو هر که باشه خداوند مثلا روزی میده و با طور کل خوب شده خوب شد مردم راحت همین که ما شما صحتمند هستیم سرحال هستیم هم شکر میکنیم. بسیار شکرگزار هستیم ما خدای خود راضی هستیم شکر خدا رو میکشیم هزار بار. در اخیر اگر پیامی داشته باشی میتونین فقط سلامتی شما را از خداوند میطلبیم آرام باشید شما زحمت کشات خداوند شما را هر جای باشه آرام داشته باشید و ما بیچاره رو میکنیم شما زنده باشین. تشکر همچنان وقتتون بخیر. سلام بیادر خوب هستی جان جور است؟ زنده باشین. تشکر زنده باشین. در ابتدا خودتان به معرفی داشته باشید. عبدالواسی تیموری هستم یک تن از دکانداران مندوی کابل. خب در مورد ازی که چند هفته قبل همینجا بسیار بیروبار بود ساحه مندوی چونی خود نام داشت ساحه مندوی از لحاظ ازدحام و همی دستفروش ها از اینجا رفتن و این چقدر یک اقدام خوب بوده به نظرتان یا که بیشتر هموطنان ما بیکار شدن نظر خودتان چیزی مورد؟ والا خوراک چی بگویم براتان دیگه ای باید از امارات اسلامی وقتی که کراچیوانا را از جمع کردن برای یا کار مساعد بسازن دیگه یکی مشکلات اقتصادی در وطن بسیار زیاد است دیگه ای کراچی‌ها را خلیج جمع کردن اینا برای یا جای مشخص باید تعیین کنن وقتی جای مشخص که تعیین نکنه وطن ما بسیار زیاد در فقر است بسیار در بیچارگی است مسکین و بیچاره و کراچیوان ما دمندهی بسیار زیاد داریم که روزانه با 100 1.5 ساعت و 2 ساعت بسیار زیاد نان در مشکل پیدا میکنن یکی همین مشکل عمده که کراچی‌های 4 تایره و 1 تایره در داخل مندهی باید از بانن یا مشکل ایجاد نمیکنه صرف اگر که امکان داره موترها رو نمانن موترهای کلان نمانن سابق موترام رفت آمد داشت داخل از اینجا بله موترها رفت آمد داشت خمونتا میشه که دولت موترها رو بند کنه دیگه کراچی‌ها رو آزاد بانه کراچی 4 تایره و 1 تایره بر مردم مزاحمت هم نمیکنه مردم یک لومنان هم پیدا میکنه دیگه بر مردم هم یک سهولت است امی کسایی که اینجا کار میکردن آیا اطلاعات دقیق دارین که فعلا در چه سرنوشتی به سر میبرن چون همه کس در این شرایط بسیار شرایط دشواری را
تجربه میکنن و همچنان این اصول هم است که باید حکومت اصول مد نظر بگیره. آنچه که از طرف حکومت برشان گفته میشه باید مردم مد نظر بگیرن که در وسط سرک اینا میاین و دست فروشی میکنن، یک جای مشخص که برشان مد نظر گرفته شود اقدام نیکات بود. این خوراک در کل مملکت است. این یک اصول است که باید از دولت این توجه دولت کنه بر از جای مشخص تعیین کنه که اینجا منطقی است که مربوط مندهی کابل میشه، اینجا مربوط به افغانان میشه، اینجا مربوط فروشگاه میشه یا مثلا مکرویان میشه. هر جای باید است یک بازار سرپوش بر از دولت تعیین کنه. در جای مردم بسیار نفوس نام خدا زیاد شده، مهاجرین زیاد آمده، رئیس روز به روز اقتصاد مردم بسیار ضعیف است، پولدار کم است، غریب بسیار است، بیچاره بسیار زیاد است. هر روزم از پاکستان از ایران مردم اینجا اضافه تر شده میرن. دیگه باید از دولت توجه خود به این کنن که بازارچه میگن، این بازارچه باید از در سایه تعیین شود. خودت به عنوان یک کسی که اینجا دکان داری از این اقدام که بسیار دلسوزی میکنی، میگی که به هموطنای ما باید یک جای مشخص مد نظر گرفته شود. آیا این اقدام نیک بوده نبوده؟ سابق این اینجا که رفت آمد میشد بسیار هموطنای ما پولشان دزدیده میشد، تلفنشان و بیروبارش بسیار نامدار بود و رفت آمد بسیار مشکل بود. خودت چی پیامی داری؟ پیام مخبر از امیست که دیگه اینا مشکلات دیمندهی که است، یک جای بسیار بیروبار است. هر کسی که سودا می به کراچی 4 تایره و 1 تایره نیاز داره. او من اضافه تر در منطقه ما که می کلش مکمل دکاندار می. اینا به مرور زمان دکاندار میبینه که سهولت برش نیست، دکاندارا نمیان پشت سودا. این مشکلات میان دیگه. اینقدر مشکلات زیاد، یعنی اگر کراچی نباشه مشتری نمیآید که با مشکلات مواجه میشه. در این صورت دیگه کار شما کم رونق میشه. 100% دمندهی باید است کراچی 1 تایره و 4 تایره را دولت تعیین کنه، یا را باید است که دمندهی یا قطع نمیشه از مندهی. هم مردم نان پیدا میکنه، هم مندهی کراچی مربوط مندهی است. میتونن که زننجار نمونن، میتونن که موترهای مازدای کلان نمونن، موترهای تیلرها نمونن، دو میشه سهولت میه. موترها نمونن مشکل نیست. بخیر باشی، بیا در سلامت باشی. اگر کدام پیامی داشته باشی میتونی که به هموطنات پیام بدی. نباشی دیگر پیام ندارم. اینمی پیام به من است که یک ذره بر مردم یک ذره کار در وطن ما تعیین شود که مردم ما بسیار در بیچارگی است که ان شاء الله بخیر همه مشکلات حل میشه. بخیر با امید ازی که همگی ما صحت سلامت باشیم. میام موفق باشین، شما خوراک زنده باشین. هموطنای نازنین، قسمی که شما میبینین ما امروز در مندوی شهر کابل هستیم، جایی که قبلا بسیار پر ازدحام بود و در جایی که دقیقا ما قرار دارم در سابق بسیار دستفروش ها اینجا وجود داشتن، هموطن عزیز ما که اینجا خرید و فروش میکردن و قسمی که شما میبینین امروز جای این دستفروش ها را برادرای ما گرفته که همش منتظر کار هستن، کراچی دارن و فقط انتظار از این را میکشن که اینجا برشان کار پیدا شود تا یک لقمه نان بتونن به فامیل خود تهیه بسازن. و همچنان میریم صحبت ها می داشته باشیم با بعضی از هموطنای عزیز ما که اینجا کار میکردن و ببینیم که چه نظریاتی دارن، با اینا صحبت می داشته باشیم. سلام بیادر، خوب هستی؟ جان جور است؟ سلام همشیره جور است. اسمتان؟ ریحان. خب چی کار میکنی خودت؟ کراچیوانی میکنیم. خب کراچیوانی میکنی، چطور از بازار کار؟ ما را اجازه نمیده، ما هم زید روزه فتر اجازه نمیده به کار کراچیوانی. این کراچی های ماست، ما را به هیچ قانون میگه شما حق ندارین که بیاین. این کراچی است که اموال انتقال میده؟ بار انتقال میده. ما شکایت از بالاجایی که شده بود به خاطر میوه خشک. میوه خشک و مارکت های میوه خشک گفته بود که یار اجازه نده این دستفروش های روی مندهی را. خب به نظر خودتان که همین جایی که ما شما هستیم همینجا بند بود، بسیار بیروبار بود. بیروبار بود به خاطر که اینجا موتر استاد میکرد. کار کراچیوان آلیار ما را قایم گرفته به کراچیوان که شما کراچیوانی مالتون صبحی 8 بجه انتقال بدین و 5 بجه ما شما را اجازه میدیم. به می خاطر ما کار ما پنچر است. خب به نظر خود ما یک اقدام خوب بوده، میتونه که یک تایم مشخصه براتون تعیین کرده. خودت در این مورد چی گفتنی؟ نه ما راضی نیستیم، نه بیکار بی راضی نیستیم که تایم ما رو به غلط جور کرده. خب خودت چی میخوایی؟ در روزانه چند ساعت کار کنی؟ در کدام تایم کار کنی؟ ما میخوایم که می رای کراچیوانی ما را رای 4 تایره ما را آزاد کنه. ما کار مادامیزی یک لقمه با اولاد خوب می پیدا میکنیم. ما دست فروش نیستیم، میوه فروش نیستیم. ما مال انتقال میدیم و پس می
در کل روز ما دمانده 2 ساعت استاد نمیکنیم. ما خب این براتون گفته شده که شما روزانه از طرف صبح کار کنین، امروزتان کس کار نداره. تا 8 بجه شما اینجا بیاین، بعد 8 بجه شما حق ندارین که بیاین، باز 5 بجه روز ختم شما هیچ کار نمیتونیم. هیچ مشکل ما رفع که همین مشکلات حل شه و ان شاء الله همه مشکلات قابل حل. مشکل ما رفع نمیشه. ما خواهش ما همی است که راه ما را آزاد کنم. ما کدام کار نیستیم، ما جوالیستیم، ما به مارکت ها مال انتقال میدیم، ما کدام دست فروش و میوه فروش نیستیم. ان شاء الله که بخیر مشکلات همه هموطنان عزیز ما حل شه. وقتتان خوش بیاد. سلامت باشید. نازنین، ما در مندوی شهر کابل هستیم. قسمی که شما در ادامه برنامه دیدین، در سابق مندوی کابل یکی از بخشای بسیار پرازدحام شهر کابل. اسمتان؟ اسم ما بشیر احمد است. خب خودت چه کار میکنی بیادر؟ کار کشمش است که کشمش میوه فروش کرد. میوه خوش. تنها کشمش سودا میکنی؟ تنها کشمش است. خب چند سال میشه مصرف همی کار هستی؟ همین 1 سال میشه. 1 سال میشه. سابق چه کار میکردی؟ سابق کار پاراشوت میکردی. پاراشوت فروشی می‌داشتیم در جاده. بازو کارتان نشد دیگه؟ نه نشد باز. آمدم دمیجی. ما یک چند هفته قبل اینمی مندوی کابل وسط سرک بعضی از هموطنان ما دست فروش بودن و حالا نیستن. این اقدام نیک است نیست؟ نظر خودت در این مورد چی؟ نظر خودم میخواد چی بگویم برایتان؟ خب نمیمانه، اوضاع نمیمانه، شهرولی نمیمانه. خب اونم امی اوضاع که نمیمانه، شهرولی نمیمانه، اونا میخواین که ساحه باز باشه و طبق یک اصول همه کس باید کار کنه و اگر هموطنای ما کار خود از دست میتن، خب اوضاع مسئول است و همچنان شهروالی هم اونا خب میخواین که شهر آزاد باشه، هموطنای ما مثلا آزادانه گشت گذار کنن. خب درست است او گفته، خب لیکن مسئول چی است؟ اوضاع مسئول است. خب باید که یک چی هم شود، دستفروشی ها یک موقع هم بیته و هیچ موقع هم نمیته به ما دیگه. خب که آمد دیگه دواندن است. خودت دیگه اینجا همون تو پنهانی کار میکنی؟ پنهانی که آمد دیگه میریم باز میداریم. خوبی تو برتان یک جای مشخص در نظر گرفته نشده که شما برین دستفروش هستین همونجا کار کنین؟ نه تا بالا چیزی نگفته. اقدام کردین؟ هیچ گپ ما را قبول نمیکنه. خب چی میگه نباشین بس؟ میگه نباشین. خب شاید امکان داره که برتان یک جای مشخص در نظر گرفته شده و امید ازی که این مشکلات شود. اگر تصمیم زو باشه دیگه از او خبر نداریم، نگفته تا بالا. حتما یک چیز داشته باشه. خب همین دستفروش ها که همینجا بودن ساحه بند بود، مردم نمیتونست گشت گذار کنه و ای که اینجا حال ساحه باز شده، خودت ای اقدام نیک است یا خیر؟ خب هم مشکل در کراچیوانا در دستفروش ها هم هست. خب لیکن باید که یک چیز باشه که هم کراچیوانا کار کنه، هم راه خلاص شوه، فضا آزاد باشه. هر دو طرف باید که در نظر گرفته شود. سابق که ما در مندوی کابل می اومدیم اول خود کوشش میکردیم که نیاییم، از بس که بیر و بار بود، ازدحام بود و می ترسیدیم که می تلفن و پیسه و چیزا را دوست نبره. حالا که ساحه باز شده، هموطنان میتونن که بیاین و دیگه آزادانه گشت گذار کنن. متوسط خوب باید که دستفروش‌ها زیاد در نظر گرفته شود. ان شاء الله بخیر، با امید از اینکه مشکل همه هموطنان از ما حل شود. خدا. اگر در اخیر کدام پیام داشته باشی؟ چیزی نداریم. زنده باشی، وقتتان بخیر. خودتان دکاندار هستین در این مندوی شهر کابل، چند سال میشه کار میکنید؟ 3 سال میشه. 3 سال؟ سابق چی کار میکنید؟ سابق هم دکاندار بودیم، در دیگه جای دکان داشتیم، ولی اینجا 3 سال میشه که اینجا آمدیم. خب چند شاگرد داری خود در این دکان؟ ما که میبینیم بسیار نام خدا بیروبار از دور بره. چیز مشتری استم، یک نفر شاگرد است، یک تا آشنایم است. بسیار خوب.
چند هفته قبل در خود مندوی کابل ما که می اومدیم بسیار بیروبار بود و یکی همی کراچیوانایی که کار میکرده اینا رفتن. خودت در ما رو چی گفتنی داری؟ اقدام نیک است یا خیر؟ اقدام نیک است به خاطر که ایران آزاد شد. سابق کل مردم به 2 متر مسافر راه می رفتن، بسیار ازدحام بود، بیروبار بود. حال خوب شد و آزاد شد. خب راه آزاد شد، این یک اقدام نیک است که پیش روی دکان شما هم آزاد شد و کسایی که اینجا رفت آمد میکنن هموطنای ما و کسایی که بیکار شدن، خودت به عنوان یک شهروند چی گفتنی داری در مورد از اونا؟ کسانی که بیکار شدن دیگه میشه به خود کدام کاری پیدا بکنن. حال خو این راه آزاد شد به خاطر که ازدحام بود. شاید در اینجا مارکت ها کار بکنن. خب امی سابق میوه فروشی هستن. در داخل مندوی بسیار یک کشداری میدادن که وقتی داخل شدین تلفن تان نزنن، پیسه تان سرقت نکنن. آیا خودت هم از این تجربه داری نداری در اینجا؟ بله این گپام خوب شد. این گپام خوب شد. بیروبار می بود، موبایل مردم گم میشد، جیب مردم زده میشد. حتی سیاسات تو با مشکل تیر و بیر میشد. بسیار خوب. حالا آزاد شده سفر. آزاد شده. زنده باشی و جیسای بخیر باشی. بخیر باشی. اگر پیام داشته باشی به هموطنان از ما میتونیم بگویی. فعلا کدام پیام داشت. سلامت باشی، سلامت. سلامت. سلام بیادر، خوب هستی؟ جان جور است؟ شکر الحمدلله خوب هستیم بخیر. اسمتان؟ اسم سید ابرار. خب خودت دکاندار هستی؟ بله. چطور از بازار کاروبار در مندوی کابل اگر برای ما قصه کنید؟ والا بازار کاروبار دیگه فعلا ضعیف است بسیار. از عد اندازه سابق امروز فعلا دیگه بسیار ضعیف شده. خب همی چند هفته قبل بسیار همیجا ازدحام بود که کسایی که دستفروش بودن با ویژه میوه خشک که میفروختن حالا نیستن همی هموطنای ما. خودت از این اقدام خرسند هستی که مندوی آزاد شد و هموطنا میتونن به گونه آزاد گشت و گذار کنن؟ نظرت چیست؟ نظر من است که همیا مسکین و کل غریب و بیچاره است که هر کدام از یا فامیل داره خود یا نانوار از دخانه یا همیا فعلا کل از یا دخانه خواهد یا چی کنه بیکار به سرنوشت مونده میال یا چی کنه؟ 2 تا شاگرد داشت، یک شاگرد خود اعلام کرد، یک شکست شد. کل از باید دولت برای یک جای مساعد میکرد که یا باید همونجا سرمایه گذاری میکرد، یک کاروبار برای خود میکرد. فعلا همیال یا مانده کلش در چی کنم؟ همیال همی جوانان وقت تحصیل درسشونه اما پیشرفتن نمیتونه. اول خودم وقت تحصیل اومد. چی کار میکنی خودت علاوه از اینکه دکاندار هستی؟ خودم بعد از بیکار. درس خواندی؟ درس خواندیم، مکتب خلاص کردیم. تا صف 12 خلاص کردین؟ خلاص کردیم. دیگه کدام رشته را انتخاب نکردین که بخونی؟ نه دیگه شرایط نیست. شرایط که باشه اقتصاد وارا نمیکنه. فعلا خودم تنها نانوار خانه هستم. اگه من درس بخونم مرا کی حمایت میکنه؟ حمایتگر نداره. باید دولت ما یک شرایط مساعد میکرد که جوانای ما تحصیل میکرد، درس پیشرفت میکرد. اما فعلا نمیشه. ولی شاگرد کل خلطه فروش. خودت شاگرد داری نداری؟ خودم دارم. چند شاگرد داری؟ خودم یک شاگرد. یک شاگرد. خب روزانه برش پول میتی یا که هفته‌وار؟ نه ماهانه هر وقت کار داشته باشه پیسه برش میدم. و همچنان میایم روی موضوع اصلی صحبت میکنیم که این مندوی کابل در سابق بسیار پر ازدحام بود. پول و تلفن و این چیزا با بسیار مشکل از اینجا با سلامت می بود پیشت. خودت از این تجربه های مندوی داری نداری؟ بله خودم مدت 10 سال بشه که در مندوی هستم. کدام چیز دمی ازدحام مندوی دوست برده نبرده بخواد؟ بسیار چیزا رو بردن، چاکلیت ها رو میبردن مردم، بعض قروت هر چیز که دگیرشون میبردن. همین چاکلیت هایی که دیگه قسمت هست؟ ولی فکرت نمیشتم این ساوار میداشتن میبردن اما کس پرسان نبود ساوار. ولی فعلا امنیت خوبه اما یک کاروبار کمک داره که خوب شوه. مسئولای گمرک کم واره پایان شوه مال در حالت کش است. انشالله بخیر. به امید ازی که همه مشکلات جوانا، همه مشکلات تاجرا در بخش کستن مشکلاتشان حل شد. بخیر. سلام بیادر، خوب هستی؟ جان جور است؟ وقتت بخیر. وقت شما بخیر. چی حال داری؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ بخیر باشی. اسمتان؟ علام مرد.
خب خودت چی کار میکنی بیادر؟ خودم دیگه مصرفم این صابون و پودر و شامپو هستیم. خب چند سال میشه می کار اینجا انجام میدی؟ تقریبا یک 20 سال میشه. 20 سال میشه که یعنی در مندوی کار میکنی؟ خب خودت هم از جمله کسایی بودی که در وسط سرک کار میکردی و حالا اجازه نداری کار کنی و سرک هم میگن که باید وسیع باشه و ازدحام هم در مندوی شهر کابل زیاد است. خودت از اقدام چقدر خرسند هستی نیستی؟ والا دیگه از این کار از یاد دیگه نیستیم خرسند. و شما را اجازه ندارین کار کنین؟ نه اجازه نداریم. خب براتون جایی هم در نظر گرفته نشده که شما برین کار کنین؟ نه. خب 20 سال اینجا کار میکردی، در 20 سال شما را کس چیز نگفت کار نکنید؟ والا دیگه میگفت دیگه اوضاع میگفت شارواله هم میگفت در جمهوریت که بوده. خب این اصول دیگه از مسابقه هست با یک طبق طرز العمل اگر ما حرف بزنیم حکومت هم مسئولیت داره که باید همین ساحات پاک کنه، اما به خودتان که یک زمینه کار یک جای مشخص ما در نظر بگیره؟ بله هم بگیره برای ما. نگرفته دیگه؟ نه نگرفته. چی گفتنی داری که باید در نظر گرفته شود؟ والا دیگه باید بگیره دیگه. نانآور چند نفر از اعضای خانواده هستی؟ دیگه نانآور دیگه 4 هستیم دیگه. خب خانه از خودت هست یا خانه کرایی است؟ نه خانه کرایی است. خانه کرایی است. باز میشه از این کاری که اینجا خودت انجام میدی؟ والا دیگه شکر است دیگه میشه. خب خدا را شکر کنم کار بارتان ان شاء الله بخیر و بخیر. هموطنای عزیز، قسمی که شما مشاهده میکنین امروز ما در مندوی شهر کابل هستیم و اینجا قبلا مندوی کابل بسیار پر ازدحام بود و در جایی که من قرار دارم و صحبت میکنم قبلا اینجا میوه خشک به فروش میرسید در وسط سرک و حالا دیگه کسایی که دست فروش بودن و میوه خشک میفروختن و در وسط سرک کار میکردن دیگه اجازه فعالیت ندارن و ای که شما نظریات هموطنا را در این مورد شنیدین که یک تعدادش بیکار شده و خواهان کار هستند و همچنان بعضی از کسایی که اینجا دکاندار هستند از این اقدام خرسند هستند و پیامشان مختلف بود و ما هم ناگزیر هستیم در این قسمت برنامه خود به پایان برسانیم. برای دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سلک رو تایم لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظریاتتان با ما در کامنت شریک بسازین. تا برنامه بعدی الله حافظ و نگهدار.